شاید باورتون نشه، اما ایرانی‌های هزاران سال قبل وقتی نه یخچالی بود نه فریزری، تو دل تابستون داغ بستنی می‌خوردن. اونم نه تو شمال و جاهای خنک، حتی تو بیابون، جاهایی مثل کاشان و کرمان و اصفهان و حتی یزد. تو این ویدیو قراره بریم یه سفر تاریخی از یخچال‌های گلی و شربت‌های یخزده دوران باستان تا سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، بستنی فروشی محمد ریش و کارخونه‌های بستنی امروزی. آماده این؟ پس بزنید بریم عقب، خیلی عقب. حدود 2500 سال پیش تو دوران امپراتوری هخامنشی طبیعتا نه برق بود و نه یخچال، اما ایرانی‌ها باهوش‌تر از این حرفا بودن. اونا یخچال‌های خشتی غول‌پیکری ساختن که یخ زمستون رو تا تابستون نگه می‌داشت. تو دل زمین با دیوارای ضخیمی از خشت و گل که نقش عایق حرارتی داشتن و یک گنبد مخروطی شکل که گرما رو به بالا هدایت می‌کرد و بیرون می‌داد. ایرانیان باستان این یخچال‌ها رو گاهن کنار قنات‌ها یا استرخایی می‌ساختن که مستقیم از همونجا یخ تهیه می‌کردن و به این مخزن‌های زیرزمینی عمیق انتقال می‌دادن. مخزن‌هایی که از اسمشون امروز هم ما استفاده می‌کنیم. یخچال یعنی چاله‌ای که توش یخ نگهداری میشه. جالبه بدونید که بعضی از این یخچال‌ها تا امروز باقی موندن تو جاهایی مثل اصفهان و یزد. ایرانیان باستان با همین یخ‌ها شربت‌های یخزده می‌ساختن، یه چیزی تو مایه‌های فالوده امروزی. تصورش جالبه که یک ایرانی تو زمان باستان وسط بیابون زیر سایه یه بادگیر واساده و داره یک کاسه بستنی میخوره و خودشو خنک میکنه. سالها گذشت تا زمان ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه خیلی عاشق سفر بود. یه پاریسمون نشه؟ جمع کنید بریم فرنگ. بنابراین 3 بار رفت فرنگ و از اون همه چیزای عجیب و غریب یه چیزی بود که حسابی دلشو برد: بستنی کرمی فرانسوی. میگم وقتی برگشت اولین دستورش این بود: همین بستنی را در دربار درست کنیم. و اینطوری بستنی های شیری و خامه‌ای راهشونو به ایران باز کردن. البته اون موقع این بستنی مخصوص اشراف بود. مردم عادی فقط اسمشو شنیده بودن. شاید هم یه بار دیده باشن که یه شاهزاده یه چیز سفیدی داره لیس میزنه. کم کم بستنی اومد تو کوچه و بازار و یه اسم همه جا پیچید: محمد ریش. محمد ریش یه مغازه داشت تو جنوب تهران. بستنی‌هایی که میساخت فوق‌العاده بودن، سفید پر از خامه، گلاب و هل و اونقدر کشدار که یه نون حصیری میپیچیدن دورش و میخوردن. حالا اون موقع چطوری این بستنی رو درست میکردن؟ با یه بشکه 2 جداره. تو جداره بیرونی یخ و نمک میریختن. یخ و نمک دمای جداره رو به زیر 0 میرسون و تو جداره داخلی شیر، خامه، شکر، گلاب، هل و البته ثعلب که نقش ضد یخو داشت. همه اینها رو با دست یا با یه دسته مخصوص انقدر توی اون بشکه میچرخوندن و اینور اونور میکردن تا حسابی کشدار بشه و به قوام بیاد و به اصطلاح بستنی خودشو بگیره. یک قصه معروف هست مربوط به اون زمان که میگن یه روز قبل از این که میرزا رضا کرمانی ناصرالدین شاه رو ترور کنه، اومد مغازه محمد ریش رو تا میتونست بستنی خورد. میگن بعد از ترور مامورا ریختن سر محمد ریش و گفتن: فلان شده، توی این بستنی چی ریخته بودی که طرف انقدر پررو شد که اومد شاه مملکت رو زد؟ محمد بی تقصیره بابا جان، ولش کنید. اما نه سمی بود نه جادوی خاصی.
فقط یه بستنی خوشمزه بود که از دل یخ و صبر و عشق بیرون اومده بود. اون روزا یه شعر بین مردم بود که همه زمزمه می‌کردن: از اینجا تا به شمرون تا به تجریش، نخوردی بستنی محمد ریش. اگه محمد ریش رو بنیانگذار بستنی فروشی در تهران بدونیم، اکبر مشی اونیه که این حرفه رو به یه برند ملی تبدیل کرد. اسم واقعیش اکبر مشهدی ملایری بود. یه جوون ساده که اولش تو کار شکر و چای و هیزم کشی بود، ولی سرنوشت یه مسیر شیرین‌تر براش نوشته بود. از آشنایی با محمد ریش راهش باز شد تا وارد آشپزخونه دربار مظفرالدین شاه بشه. اکبر مشی اونجا بود که یاد گرفت چطوری یه بستنی با خامه و گلاب و هل و زعفرون میتونه دهن شاهو شیرین کنه. اکبر مشی سالها تو دربار بستنی سرو کرد تا اینکه با پایان دوران قاجار از دربار اخراج شد، ولی به جای دلسرد شدن با پسندازش یه بستنی فروشی کوچیک تو حوالی راه آهن تهران زد و اونجا شد جایی که افسانه اکبر مشی شروع شد. بستنی های اکبر مشی پر از خامه، کشدار، خوش عطر و زعفرونی بودند، طوری که حتی سفرای خارجی، رجال سیاسی و آدمای معروف صف میکشیدن براش. میگن یه بار مادر نخست وزیر وقت ازش خواست بره فرانسه تا اونجا برای مهموناشون بستنی سرو کنه. اکبر مشی تا 92 سالگی زندگی کرد، ولی رد شیرین بستنی هاش هنوز تو خاطره خیلی ها مونده. دهه 40 خورشیدی ایران داشت شکل جدیدی می گرفت. ساختمونای بلند، ماشینای رنگی و البته بستنی صنعتی. ماشین‌های بستنی سازی وارد کشور شدند و کم کم کارخونه‌های بستنی یکی یکی راه افتادند. دیگه خبری از بشکه و یخ و نمک نبود. حالا یه دکمه رو میزدی، یه دیفی پر از بستنی از اونور میومد بیرون. برندهای مختلفی اومدن، بستنی‌های لیوانی، چوبی، ریفی. بستنی از یه دسر خاص اشرافی تبدیل شد به یه خوشمزه دم دستی. تو هر بقالی کوچیکی هم میشد یه چیزی پیدا کرد که تو گرمای تابستون دل آدمو خنک کنه. بیا شیرتو بخور، بیا دیگه، بیا. نمیخوام مامان جون، بستنیش خوشمزه تره. و اینجوری بود که دنیای بستنی تو ایران از یک گودال یخی تو دل کویر رسید به فریزر مغازه‌های سر کوچه. از دل یخچال‌های خشتی و قنات‌های هخامنشی تا آشپزخونه دربار قاجار، از محله‌های شلوغ جنوب تهران تا کارخونه‌های بزرگ امروزی، بستنی تو ایران فقط یه خوراکی خنک نبود، یه جور هوش بود، یه ذوق، یه بخشی از فرهنگمون، فرهنگ ایرانی. هر نسل یه جور بستنی ساخت، ولی همشون یه چیزو میخواستن: یه لحظه خنکی تو گرمای زندگی. امروز که تو سوپرمارکت راحت بستنی میخری و میخوری، یادت باشه پشت این طعم شیرین قرنها فکر، خلاقیت و خاطره خوابیده. حالا اگه قرار بود تو یه طعم بستنی کاملا ایرانی بسازی، چی توش میریختی؟ زعفرون، گلاب، هل یا یه چیزی که فقط تو خاطره های خودت شیرینه؟